این مقصد برادر چی هست از بیعت؟ لیکن من برای تو همین حدیث تحلیل میکنم. بیعت انا همین معنی را دارد. پیغمبر گفتند همه امت من وارد جنت میشود مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. گفتند کیها هستند که جنت را نمیخواهند؟ گفت آن کسانی که اگر در دنیا به سنت های من قدم زدند اونها جنت را میخواهند. آن کسانی که از سنت های من روی گردانیدند اونها جنت را نمیخواهند. از این خاطر این برادری که بیعت از من سوال کرده است، انا همین است که پیروی سنت های پیغمبر بشو. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی سنتی مرا دوست می‌دارد، پیغمبر گفت وای مرا دوست می‌دارد. کسی مرا دوست داشت وای همراه من در جنت است. انا همین است معنای بیعت. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. سلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمیکند. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه میکند و خواستگارها را از راه میزند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجگی هست؟ شهر دوشنبه التماس مفصل جواب گویید. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوانم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی‌ها را آن زمان فهمین که حج‌هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونین با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان.
هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرزی خوندنش، هم ترجمهش هست. اینا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم اینا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوانم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حج هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، ملا شدی شیخ شدی دانشمند شدی، ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس با تنقید میکنن، میگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد، مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند، مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟ حبیب خدا میگه ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد فقط و فقط برای من در باب همسایه بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن، با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنند. این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنند، لیکن فقط وظیفه‌ش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمنو، قسم به الله که وی ایمان ندارد.
در همسایه‌داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آبش زیادتر کن. گفتن بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کن همون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفته است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خود ما میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد، ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال، ما و شما دیگرگون میشیم. در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبتش سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دیاد و انصافش دیاد که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. بار میگه پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگه حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست. صحابه همه حیرت نمودند این بنده نیکبختی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوسته آمده نماز میخواند، باز برآمده میرود. فردا میشود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست، میدارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد میدراید. یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند، تا که چی عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او میرود، به خانه او میرسد، میگوید مرا مهمان نمیکنی، من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگه روزی سوم شد، گفتم ای مرد خدا، میدانی که پیغمبر چی بشارتی خوبه برای تو داد؟ ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم، تو چی عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگه این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست، این بشارت پیغمبر خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود، من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلت نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کردار بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنند که دختر فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است، تهمت است. باور کنین در حق یک برادر مؤمن باید ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیک گمان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سوال های خیلی زیاد اینجا نزد من باقی ماند.
در آخر همین یک سوال خیلی تعجیلانه است، همین سوال شد جوابش میگیم و بعدا دعا کنیم. السلام علیکم استاد عزیز، آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. به این خاطر بالای گورها در اجازت نمیدهند که درخت‌های میوه‌دار شینانید. لیکن شما فراموش نکنید که وقتی پیغمبر خدا به پیش دو گوره گذاشتن که میگه خیلی عذاب داشتن، وقتی از صاحبان اونها پرسپاس کرد، فهمید به چی سبب اونها امروز در عذاب گرفتارند، میگه یک نوده سوز درخت سبز گرفت، میگه دو پاره کرد و بالای این گورها خلانید و گفت تا وقتی که این برگها سبز هستند برای این مرده ها تسبیح میگویند. یعنی از این خاطر درخت شیناندن در بالای قبرها خیلی ثواب کلان دارد، فقط اگر توانیم به میوه باشد. امروز الحمدلله در جمهوری ما و شما اگر درخت داشته باشیم، به تلویزیون نظر کنین، حتی رئیس جمهور هم خودشان درخت چینانده ایستاده، حشر رفته ایستاده است. باور کنید به نهایت ثواب کلان است. در گورستان هاتون شینانین. اگر در گورستان ها فقط بالای هم پدر و مادرت نی، بلکه دیگر گوره هایی که در همون جا هستن در همون ها برده گرانین. من تعریف نمی کنم، 15 درخت همین 3 روز یا 4 روز پیش بردم و در همین قبرستان با پول خودمان خریدیم. همونجا دادن، هدیه دادن، گفتن گیرید. من گفتم نه، تا پول من نگیرید من نمیگیرم. برده در همون گورستان بالا شیناندیم. چند درخت در این اطراف ها شیناندیم. برای که حبیب خدا چی میگه؟ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه بهیمة او انسان او طیر الا کان له صدقه. کدام اگر انسان درخت میشیناند، اگر از میوه او انسان میخورد، یا از میوه او یک حیوان میخورد، یا از میوه او یک پرنده میخورد، الا کان له صدقه، برای او پروردگار صدقه میدهد. یعنی هر میوه او در خداوند برای او همچون صدقه در راه خدا کردگی مینویسد. بسیار خوب میشود که از پس ما و شما اقلا همین یک درخت شیناندگی باقی ماند. بسیار خوب میشود. همتون کوشش کنید. کسی که شرایط دارد امروز برای خانه‌های همسایه هم 5 درخت و 10 درخت رفته خریده دید، این هم صدقه است. وای میشیناند، وای سبز میشود، فردا از او مردم استفاده میبرند، چه از هیزمش چه از میوهش. باور کنید خیلی کاری ثواب است. بسیار کوشش کنید. السلام علیکم داملا، با سوال من جواب بگردانید. آدمانی که نماز جمعه را نمی آیند، کمی درباره اینها صحبت میکردید. انشاءالله من شاید یگان جمعه مخصوص در این باره صحبت کنیم از فضیلت های روز جمعه، که روز جمعه چی فضیلت دارد، نماز او چی فضیلت دارد، کسانی که به جمعه می آیند چی ثواب می گیرند، کسانی که به جمعه نمی آیند چی گناه در مبتلا می شوند. این خیلی یک موعظه کلانی هست، زیرا خاصه پروردگار در قرآن به نام جمعه سوره فرستادگی هست. این من افضل ایامکم یوم الجمعه. این حبیب خدا هم بیهوده این روز را نگفتند، بهترین روز هفته این روز جمعه هست. از این خاطر این بهترین روز، مادامی که بهترین اجر دارد، کسانی که به این جمعه که نمی آیند از این بهترین روز، از این بهترین اجر اونها چی می شوند؟ محروم می شوند. از این خاطر حبیب خدا هم در یک حدیث می فرماید من ترک 3 جمع تهاونا بها تبع الله علی قلبه. اگر کدام از بندگان خدا که نام بندگی دارد، اگر پرسان کنی میگوید البته من بنده خدا هستم، اگر پرسان کنی میگوید الحمدلله من مسلمان هستم، اگر پرسان کنی میگویند که پدر و بابا و اولاد و اجداد من الحمدلله مسلمان بود.
اگر این گونه بندگان گفت پیغمبری خدا 3 جمعه را اگر ترک کنند تهاونن، اگر تهاونن از روی تنبلی، از روی ناخوشی، از روی که راه من دور است یا دیگر سببها را اگر پیشه کنند نه آمدن، تبع الله علی قلبه، پیغمبری خدا گفتند که در این دل بنده پروردگار یک مهر سیاهی را میزند. یعنی این دل دیگر دل انسانی نمی شود، این دل دیگر از رحم و از انصاف خالی می شود وقتی بالای او یک مهر، یک پیچت سیاه اگر زده که شد، دیگر این در این دل دیگر رحم و انصاف باقی نمی ماند. از این خاطر انسان هایی که اگر 3 جمعه را اگر تهاونن پی در پی ترک میکنند، اهمیت نمیدهند، بی پروایی میکنند، شاید که گرمی سوداشان اونها را نگذارد، شاید که سردی روز، خنکی روز اونها را نگذارد، یا شاید که تنبلی در وجود اونها پیدا شد و اونها نآمدند، یقین دانند که پیغمبری خدا گفت مهر در دلهای اونها زده می شود. این مهر کار حاصل نیست. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، حبیبی خدا گفت دورترین بنده از رحمت پروردگار کسانی هستند که در دلهای اونها مهر زدگی هست. اینا از رحمت پروردگار به نهایت دور هستند. خداوند به اینها هیچگاه نظر رحمت ندارد. در یک هفته یک بار، در دوام 1 ساعت تصور کنین که حبیبی خدا میگوید الصلوات الى الصلاة، الصلاة الى الصلاة، الجمعة الى الجمعة، الرمضان الى الرمضان، مكفرات ما بینهن اذا اجتنبت الكبائر. این پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر بنده خدا یک نماز میخواند تا نماز دیگر، یک جمعه را میخواند تا جمعه دیگر، آن سهو و لغزش هایی که دارد همش پرورده. از عزیزان ما و شما همون سامانیه ها را حرام گفتند، همون سامانیه هایی که در حالت نماز جمعه فروخته میشوند، همون سامانیه ها را عزیزان ما و شما را کتاب میگوید که وای به حرام مبدل گردانیدن. بسیار نیک می شود که اگر شما از این جمعه ها برخوردار شویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خوب می شد که یک جمعه در موضوع رضاع صحبت می نمودید، زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سرزدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیر شایو. انشاءالله من گپ می زنم در این باب رضاع. رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به 1 بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد، با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد وای همچو فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد، دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امامها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتند اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که
در حالت همی کلانسالی مبادای اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است، نه، این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش. لیکن طلاق واقع نمی شود، یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود، وای دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند اونا از روی اسلام، 5 فرزند دارن الکی. بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد، تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار میشد وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتن، مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصرم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان میپوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتند حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کند. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کاری کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است.
الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده می تواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردم اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند. وقتی نگاه میکنی چند قدر آلوفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه، حال آنکه حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید. حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم در تازگی گفتن عزیزان ما. گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان در بینشان زیاد می شود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت دا می آورد. اینقدر میگوید محبتی مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود، خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم، تا که در بین هر دی ما محبت پیدا شود. بسیار اهمیت دید. در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید. حتی در خانه ای که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن. در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بدی و دیگر دست مالیدش نمیتانی. چند قدر یک بوی بده در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم، لیکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشتن نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. همین است احترام، احترامشون کنید. چی از خیر خدایی هایی که داریم، با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونیم. وقتی خراجات اگر خوراکه هامون حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که به تمام همون معرکه را اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان ده همش ده کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا ده اهمیت دید. امروز عصری نو است. امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است. امروز پیشرفت کردن در کار. بسیاری بسیار اهمیت دید در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو بیارن، لیکن دیگر مردم در نمی آرن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم. ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم.
السلام علیکم داملا اکای حاجی میرزا، در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود. لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الله که دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد. 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود، کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الله که در نماز اونها قائم باشد. این یکم اذان گویم ساده کرده گویم این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید. و دوم اذانش الله که از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر می دهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عزوا علیها بالنواجذ. با سنت های من چنگ زنید و با سنت های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت های حضرت عمر است. از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد، اونش ما کار نداریم. اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما 1 بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرده است، ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اگر همون تماما نخوانده باشد، الله که یعنی من شاهدی داده استم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده است، وای نخوانده است. بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم. لیکن اگر مبادا وی نماز نخوانده باشد، من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است. اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحتی دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است.
حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. به قدرترین، به شرفترین، به ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این به قدرترین انسان در روز قیامت است. برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدونم باعث چی باشد. حالا که گندم برای فدیه صوم صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت، در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه، بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید یا نماز پیشین هم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد، او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود. انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتن. برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد، برای هر یک روزی که وی خوردگی هست، که وی قوت نداشت، اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم هم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادای در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشید، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره. اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد، عادت چیزی شد پیدا شد.